سلام و خسته نباشید. محمودی هستم، مدرس دوره مکانیک خودرو در مجموعه فراموزان. خب دوستان، امروز میخوام راجع به موضوع تقویت و تیونینگ خودرومون صحبتی با هم دیگه داشته باشیم. ببینید، این مبحث بسیار حالا گسترده‌ای هستش. راجبش یک مقدار حالا بهتون توضیح میدم، نام میبریم که یک دیدگاهی حالا نسبت بهش داشته باشید. ببینید، تغییراتی که میتونیم داخل موتورمون بدیم، حالا چه از لحاظ خارجی چه از لحاظ داخلی، یعنی تودلی موتورمون، شما ارزون ترین کار یا حالا پایین ترین کاری که میتونید انجام بدید این هستش که یک حالا شمع به اصطلاح قوی‌تر یا حالا بهتر رو بندازیم، وایرها رو چک بکنیم سالم هست سالم نیست، حالا با نمونه بهتر یا حالا قوی‌تر اونها رو تعویض بکنیم. میتونید که سوزن‌های انژکتورمون رو به اصطلاح عوض بکنیم با حجم‌های حالا بالاتری که داخل حالا بازار یا حالا به اون موتور میخوره میتونیم تعویض بکنیم. میتونید که پمپ بنزینمون رو حالا عوض بکنیم، فشار شکنمون رو عوض بکنیم که حالا بنزین بیشتر یا با فشار بیشتری داشته باشیم پشت سوزنمون. میتونیم که ECU خودرومون رو به اصطلاح ریمپ بکنیم یا حالا همون جدول‌های سوخت و احتراقش رو تغییر بدیم. میتونیم نسبت سوخت به هوا رو حالا تغییر بدیم، بنزین بیشتری بپاشیم، درقه بیشتری بدیم به موتورمون که حالا اون تراکم یا اون احتراقی که صورت میگیره به اصطلاح قوی‌تر صورت بگیره که زور موتور یه مقدار بیشتر بشه. کارهای دیگه ای هست که میتونید انجام بدید، مثل اینکه منیفول هوامون رو حالا تعویض بکنیم، حالا طراحیش رو کلا تعویض بکنیم، دریچه گازمون رو حالا با پولکی سایز بزرگتر تعویض بکنیم، دیلی رو از دریچه گازمون بگیریم، یعنی اون تأخیر پدال گازمون رو از دریچه گاز بگیریم. میتونیم مسیر ورودی هوای موتورمون رو حالا تغییر بدیم. حالت فابریکیش حالا یک باکس پلاستیکی داره، در جای تقریبا گرمی هستش، اون رو عوض بکنیم حالا با نمونه‌های بهتر مثل حالا استیل، حالت‌های قیفی که حالا داخل بازار مدل‌های مختلفش هستش. در بعضی خودروها فقط با تعویض کردن به اصطلاح فیلتر هوایی برندهای خیلی بهتری میتونیم که هوای ورودی موتورمون رو بیشتر بکنیم. بعد از اینها حالا میتونیم برسیم به سراغ منیفول دودمون. منیفول دود رو که حالا نمونه فابریکیش اکثر مواقع حالا چدنی یا فولادی هست رو میتونیم عوضش بکنیم با نمونه‌های استیل که حالا طراحی‌های بهتر داره در حالا اون زوایایی که به اصطلاح درش کار برده شده که حالا با یک زاویه خاصی خم بخوره و حالا خروج دودمون به سمت حالا عقب ماشین ادامه پیدا بکنه. اون زوایا حالا زوایای بهتری هست وقتی که حالا اون چارت خروجی که داریم، حالا به صورت مثال ما خودروی 4 سیلندر رو داریم راجعش صحبت می‌کنیم، چارت خروجی که داریم به صورت حالا مناسب تری با هم دیگه به اصطلاح ادغام بشه و بعد از اون حالا خروج رو پیدا بکنه با زاویه بهتر، حالا با سرعت بیشتری اون دودمون خارج بشه از موتورمون. بعد از اون حالا مسیر اگزوزمون، همون کاتالیزوری که هست رو مثلا حذفش بکنیم، منبع‌های وسط رو حذف بکنیم بنا به بستگی به اون قدرت و اون حجم موتوری که داریم و حالا اون تراکم حالا کمپرسی که داخل موتور هستش و حالا به اون میخوایم بدیم، سایز لوله اگزوزمون یا همون هدرزمون رو و حالا مابقیش تا انتهای ماشین رو میتونیم تغییرش بدیم. زوایایی که در زیر ماشین هست بابت لوله اگزوزمون تا انتهای خودرو رو میتونید اون زوایا رو تغییر بدید، بهبود بدید که دود به اصطلاح با سرعت بیشتری بتونه از داخل موتور خارج بشه. بعد از اون حالا میتونیم برسیم به داخل خود موتورمون، به صورت مثلا پیستون حالا بهتری رو بتونیم استفاده بکنیم، هم از لحاظ متریال هم از لحاظ مثلا کوچکی حالا بزرگی. حالت کله‌قندی هست، پیستون تخت هست، کله‌قندی هست، پیستون هامون حالا با به اصطلاح جای سوپاپ، بدون جای سوپاپ، به خاطر اینکه حالا میتونیم ما نیزوپاپ رو وقتی که تغییرش میدیم پروفایلش رو، سوپاپمون دیگه از حالت استاندارد میتونه بیشتر مثلا بیرون بزنه تا حالا هوا یا دود بیشتری رو وارد یا خارج بکنه. به خاطر اون دلیل، به خاطر اینکه سوپاپمون با پیستونمون به اصطلاح برخورد نکنه،
میتونیم که روی پیستونمون جای سوپاپ رو در بیاریم. میتونیم قد شاتونمون رو تغییر بدیم. میتونیم حتی از شاتون‌های با متریال بهتری استفاده بکنیم. همینطور رینگای پیستون بهتر، حالا با آلیاژ بهتر، با استقامت بهتر. خود سایز سوپاپ رو میتونیم عوضش بکنیم. سوپاپ دود هوامون رو سایزش رو میتونیم اوورسایز بکنیم. پیستون رو هم میتونید اوورسایز بکنید. این سوپاپ رو گفتم حالا عوض بکنید که سوپاپاتون بیشتر یا حالا کمتر باز بشه، یا حالا تایم بیشتر باز بمونه یا تایم کمتری باز بمونه. میتونیم میلنگمون رو تعویض بکنیم یا حالا میلنگمون رو سبک بکنیم، شاتون هامون رو سبک بکنیم، بالانسشون بکنیم. میتونیم حالا داخل خود ورودی و خروجی هوای سرسیلندمون رو به اصطلاح بزرگترش بکنیم، سطحش رو صیقل بدیم. منیفولد هوام یا دودمون رو میتونیم حالا یک مقدار خروجیش رو تغییر بدیم، به اصطلاح حالا بزرگتر یا حالا کوچیک‌تر بکنیم. با انجام دادن یک سری حالا کارها نسبت تراکم، حالا چیزهایی که تا حالا گفتم، نسبت تراکم و کمپرس موتورمون رو تغییر بدیم، یعنی بیشترشون بکنیم که حالا اون موتور یا حالا بیشتر دور بخوره یا با کمپرس بیشتری کار بکنه که به اصطلاح قدرت بیشتری بهمون بده. بعد از حالا توضیحاتی که راجع به موتور دادیم، میتونیم حالا بعد از اینکه تمام این کار رو کردیم ECU رو تغییر بدیم، سیم کشیش تغییر پیدا میکنه. بعد از اون میتونیم برسیم به حالا تغییراتی که حالا کلا داخل موتورتون انجام دادید. حالا تغییرات دیگه ای هست، مثلا مثل عوض کردن واتر پمپ با نمونه برقیش که دیگه حالا اون زور چرخیدن واتر پمپ از روی تصمیم تایم یا حالا دینامون برداشته بشه که موتور با زور به اصطلاح کمتری بخواد کار کنه. همین داستان رو میتونید حالا روی هیدرولیک کمپرسور کولر هم انجام بدید، یعنی هیدرولیک رو حالا حذف بکنیم یا حالا کمپرسور کولر رو حذف بکنیم یا با نمونه های برقی اون رو عوض بکنیم که موتورمون نخواد حالا اون تصمیمی که روش هست بخواد حالا مجموعه دیگه ای رو بخواد بچرخونه که به اصطلاح بخواد روی خود موتورمون فشاری وارد بشه. پولی هامون رو میتونیم سبک بکنیم، فلایویل رو میتونیم سبک کنیم، میلدنگ حالا از قبیل که داریم رو میتونیم جنسش رو عوض بکنیم، طراحی حالا از لحاظ هم وزنی هم بالانسی هم متریالی. بعد از اون ما گفتم میتونیم بریم به سراغ گیربکسمون، ضریب دنده ها رو تغییر بدیم که حالا بنا به قدرتی که داخل موتورمون داریم سرعت نهاییمون یا حالا شتاب دنده هامون هم بیشتر یا حالا کمتر بشه. بعد از اینکه حالا گیربکس رو هم تقویتش کردیم، به اصطلاح حالا دنده چین کردیم، بعدش میتونیم بریم سراغ سبک کردن وزن رینگ و لاستیکمون که حالا رینگ سبکتر میتونیم استفاده بکنیم، لاستیک حالا پهن‌تر که حالا استکاک بیشتری داشته باشه نسبت به جاده و حالا بتونه کاملا اون زور رو به زمین منتقل بکنه که به اصطلاح حالا ماشینمون با شتاب بیشتری حرکت بکنه. میتونیم با لاستیکایی با قابلیت حالا چسبندگی بیشتر استفاده بکنیم که حالا اون چسبندگی رو به مراتب بیشتر بکنیم با سطح جاده. طبعا نیاز داره که به تحقیق هم حالا یک سری حالا تغییراتی توش ایجاد بشه، حالا چه سیستم تنظیم چه حالا دست موتورهامون که تونه حالا اون فشار یا حالا اون سرعت رو در حالا پیچ‌ها یا حتی در مسیر مستقیم بتونه تقسیم بکنه که حالا به اصطلاح ماشین توی دست راننده باشه و حالا اون خودرو از کنترل سخت‌تر بتونه خارج بشه. بعد از حالا تمام این کارهایی که بهتون گفتیم میتونیم بریم سراغ موضوع توربوشارژ و سوپرشارژ. ببینید مجموعه توربوشارژ و سوپرشارژ هر کدومش به تنهایی توضیحات کاملا مفصلی داره. فقط من حالا یه مقدار براتون توضیح بدم. بعضی از خودروها به صورت فابریکی سوپرشارژ حالا توربوشارژ رو داره. میتونیم که اون مسیرهای حالا ورودی هوا و حالا خروجی دودمون رو در همون سیستم و حالا پروانه خود توربو، دهنه توربو، ورودی خروجی، حالا قطعاتی که هست مثلا اینترکولر، حالا روغن خنک‌کن، رادیاتور روغن خنک‌کن و حالا از این قبیل موضوعاتی که حالا داره یا حالا نداریم ما میخوایم بهش اضافه بکنیم رو حتی میتونیم تغییر بدیم، مسیرها رو بهینه بکنیم به اصطلاح، پره بهتر، متریال بهتر، ورودی خروجی هوایی بهتر، حالا از این قبیل رو میتونید استفاده کنید چه در توربوشارژ چه در سوپرشارژ. گفتم یک حالا خودرویی نداره این
سوپرشارژ و توربوشارژ رو این رو میتونید بهش اضافه بکنید و بعد از اون میتونید حتی این موضوع سوپرشارژ و توربوشارژ رو حتی تقویت هم بکنید. بعد از اینکه حالا این کارها رو کردید، خب مسلما راندمان بیشتر یا حالا هورس پاور یا حالا تورک بیشتری رو میتونید توی خودرو، توی موتور داشته باشید. ممنون که تا اینجا توضیحات ما رو گوش دادید. ان شاءالله که توضیحات براتون مفید باشه. برای اینکه حالا بیشتر راجع به این موضوعاتی که نام بردم صحبت بکنیم و به صورت حالا دقیق‌تر و خیلی بهتر راجبش گفتگو بکنیم که حالا علم شما هم بالاتر بره، میتونید که حالا داخل کلاس ها شرکت بکنید و در اونجا حالا بیشتر راجع به این موضوعات با هم دیگه صحبت بکنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار.